در شرایط موجود در مورد پرواز و تصویربرداری با هلیشات چه کار باید کرد؟ سلام، وحید نویدفاده هستم، عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر کرمانشاه. نکته مهم که شما همکاران گرامی میبایست مد نظر داشته باشید درک حساسیت این موضوع فراتر از اختیارات اتحادیه است و اما قانون. بر اساس قانون و مصوبه جدید مجلس، دارندگان پهپادهای غیر نظامی ملزم به ثبت نام، اخذ مجوز و رعایت محدودیت‌هایی خواهند بود که نقض این قوانین مشمول مجازات ضبط دستگاه تا 5 سال حبس و حتی مجازات‌های امنیتی خواهد بود. بر اساس این قانون ثبت مالکیت پهپاد توسط فراجا انجام خواهد شد و کلیه دارندگان پهپادهای غیر نظامی میبایست با مراجعه به فراجا برای پهپاد خود سند رسمی مالکیت دریافت کنند. مطابق این قانون دارندگان کنونی پهپادهای غیر نظامی میبایست حداکثر تا 3 ماه نسبت به ثبت نام و دریافت سند مالکیت اقدام کنند. اما با توجه به عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز روال رسمی دریافت سند مشخص نشد. این مصوبه 3 مرحله قانونی پیش رو دارد: تایید شورای نگهبان، درج در روزنامه رسمی و تدوین آیین‌نامه اجرایی. بنابراین فعلا تنها کاری که همکارانمان در رشته هلیشات میتوانند انجام دهند این است که منتظر تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن باشند. ما هم در اتحادیه ضمن پیگیری اخبار قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته‌ایم و توصیه ما برای شما همکار گرامی احتیاط و رعایت قانون بوده و خواهد بود. پایدار باشید.